پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات درباره عوض کردن نام ناحیه مسجع با واکنش‌های تند در داخل روبرو شد. عالمان ناحیه پیشنهاد کمیته زبان را خلاف منطق دانسته میگویند ناحیه باید به نام اصلیش یعنی مسجع برگردد. این در حالی است که اخیراً کمیته زبان و اصطلاحات خواستار عوض کردن نام‌های ناحیه‌های مسجع و کوهستان مسجع شد. واکنش عالمان ناحیه از اولین حالت‌های ناراضگی زایان یک محل به پیشنهاد کمیته زبان درباره تغییر نام منطقه ها می باشد. ملک نعمتزاد نامزد علم‌های فیلولوژی و یکی از عالمان ناحیه میگوید مسجع نامگذاری شدن ناحیه آنها از آغاز خطا بود، زیرا در مأخذهای تاریخی این منطقه با نام مسجع یادآوری شده است. به نظر جناب نعمتزاد مردم از آغاز نام مسجع را خوش نداشتند، چون آن در بعضی حالت باعث پس‌زنی اهالی این منطقه از سوی دیگران میگشت. این همصحبت ما میگوید از سال 1956 یعنی از زمانی که مسجعیان از کوهستان به دلورزین مهاجر شدند هیچگاه دو مسجع را به نو و کهنه تقسیم نکردند. برای اون مسجع نو و کهنه که این گپ ها بودن میان خلق رو جاری نشد و دیگرش همین که مسجع نو و کهنه گفتم موافق منطق گفتار تاجیکی سزاوار نیست. بنابراین زیباتر آن است که کوهستان مسجع باشد و خود مسجع باشد. ملک نعمتزاد برای تصدیق نظرش میگوید در مأخذهای تاریخی از جمله در سرچشمه‌های اوستایی، کتاب‌های بابورنامه، تاریخ امیران منقیطیه و غیره نام این منطقه همچون مسجع یادآوری شده است، نه همچون مسجع. در همین حال مسئولان کمیته زبان و اصطلاحات میگویند پیشنهاد عوض کردن نام‌های ناحیه مسجع و کوهستان مسجع از جانب گروه کاری نزد این نهاد ارائه شده است و برای این دلیل‌ها نیز دارند. سعادت مطرابیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات در شرح پیشنهاد این نهاد میگوید وقتی کوهستان مسجع به نام مسجع نامگذاری شود در آن صورت به نام مسجع حاضره باید کلمه نو اضافه شود تا آن فرق کننده باشد. سعادت مطرابیان میگوید دیگر مثلا کوهی بودن نبودن اون قدر وای نیست بیشتر هم وای کوهستان است حاجت مثلا کلمه کوهی ندارد وای مسجع و مسجع هم حادثه فونتیکی است که پیش افتیده در تلفظ مسجع و میشد که وای مسجع هست و ممکن شکلی بیشتر مسجع باشد وای دیگر و نمود که همون استیش هست همچون همصدای همخون یا خوشا میگن نهرو در زبان روسی و میگن دیفتونگ ها ما نفتونگ ها هستن. ما با این همه مسئولین کمیته زبان میگویند این نهاد حق مجبوری نامگذاری کردن یگان منطقه را ندارد و نامهای نو تنها پیشنهادی هستند. مسئله عوض کردن نام ناحیه مسجع بحث گرمی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. تاریخ شناسان و زبان شناسان با اشاره به سوغدی بودن کلمه مسجع میگویند آن باید به اصل تاریخش برگردانده شود. امید جیهانی زبان شناسی تاجیک میگوید مسجع نام تاریخی و اصلی ناحیه است که کوهستان مسجع نامیده می شود. به قبل این زبان شناسی تاجیک از آنجایی که این جاینام سوغدی است و چنان که معلوم است زبان سوغدی آواز ه نداشت این جاینام نه در میانه و نه در پایانه نباید ه داشته باشد. امید جیهانی پیشنهاد میکند که اگر قرار است نام تاریخی مسجع زنده شود منطقی آن است که کوهستان مسجع را مسجع بنامند و ناحیه مسجع را سوغدیانه نو مسجع یا تاجیکانه مسجع نو و یا ناحیه مسجعیان نامگذاری کنند. ناحیه مسجع در قسمت شمالی تاجیکستان در مرز با ازبکستان جایگیر شده است. مردم این ناحیه اساساً سالهای 50 عصر گذشته از وادی زرافشان به اینجا کوچ داده شدند. ساکنان این ناحیه درباره عوض کردن نام جای زیستشان اندیشه‌های گوناگون دارند، اما اکثر همصحبتان ما میگویند بگذار نام ناحیه به گویش مردمی آن مطابق کرده شود. قابل امینوف یک ساکن ناحیه مسجع میگوید هنگام سفر به یگان منطقه دیگر بعضی نفران آنها را مورد استهزا قرار میدهند. قابل میگوید ما هر منطقه که میرویم ما میگویم که ما میریم مسجع یا ما مزاح میکنیم ما مثلا مسجع میگویم که هر مسجع میگویم ساده است که خیلی مسجعی تو میگویم تو میگویم هر کی پیره میگویم که نیست یعنی لازم تو مسجع شود که خوبتر میکنیم. پیشنهاد کمیته زبان و اصطلاحات درباره عوض کردن نام ناحیه مسجع یک بحث گرمی را در حکومت این ناحیه به میان آورد. مسئولان حکومتی میگویند یک گروه کاری با رهبری زینور عمرزاده معاون رئیس ناحیه مسئله را میآموزند.